گفتیم با سعی و کوشش کبیری و پیمان ملی کانال مرا بستن و وقتی که اونا بخواستن به نیستی بکشن کانال مرا اینو پول دوست دارم برای همین پول زیاد این خانواده ها پول زیاد جمع کرده برای اینکه اینا همیشه در حال فروختن اسلام فروختن ملت تاجیک فروختن شخصیت های بهترین و کافر همین ها هستند کبیری و اونجا یک نفر دیگر که محمد اقبال صدرالدین که گفتیم اونم یک آدم بسیار کلیدی شده وقتی آخر که وقتی که من همراه شدم فکر میکردم کبیری یک آدمی گفته مظلوم است یک آدم حقیقت جوست اما وقتی که می آیی و میبینی که خیلی زود خودش جابجا کرده کبیری و اون آدمایی که در خدمت کافرها هستن اونا خودشون جابجا بکنن من خیلی که گفتم ویدیوها و مطالبی گفتیم محمد اقبال صدرالدین میبینی که خیلی حرفه‌ای است اما محتوا و کانتنتش میبینی که پوچ است اون آدم وقتی که گپ میزنن اگر کبیری گپ زد اگر محمد اقبال صدرالدین گپ زد میبینی که یگان همه چیز بر دروغه آدمایی هستن که این آدما کافر و همین گونه آدما رو استفاده میبرن که گفتیم اینا تانند اعتماد مردم باوری مردم اینا به دست بیارن که ما به نام اسلام کار میکنیم هستیم اما این آدما از اسلام خبری ندارن